ابد میخواست بشینه روی زمین فقط شرارت کنه. بعضی وقتا خودمون تو این دنیا خسته میشیم، میگیم خدای کاش ما از این دنیا زودتر بریم، اینقدر شرارت تو این دنیا زیاده. خدا رو شکر میکنم به هر حال در عیسی مسیح ما امروز هم حیات جاودان داریم، هم زبان مشترک داریم که روحیه که در وجود هر کدوم از ما هستش. آمین. خب تثنیه 29 2 تا 4 اینجا صحبت میکنه، در واقع فکر میکنم یوشع هست که داره با قوم صحبت میکنه، یا موسی هست، تثنیه فکر کنم موسی هست. موسی با قوم صحبت میکنه و به قوم میگه خداوند چشمی که ببینی و گوشی که بشنوید هنوز به شما نداده. بذارید من بیارمش. و موسی تمامی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان گفت هر آنچه خداوند در زمین مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش عمل نمود شما دیدید، تجربه های عظیم که چشمان تو دید و آیات و آن معجزات عظیم. اما خداوند دلی را که بدانید و چشمانی را که ببینید و گوشهایی را که بشنوید تا امروز به شما نداده است. آمین. پس می‌بینیم که خداوند اون قوم رو برگزید، اونها رو به بیابون آورد تا اونها رو نجات بده، اما اونها راه نجات رو هنوز نمیدونستن. به خاطر همون در اون شریعتشون در اون بیابون سردرگم شدن، چون هنوز چشمی که بخواد ببینه و گوشی که بشنوه خداوند به اونها اون دل خودش رو هنوز نداده بود. دل خدا در روح خداست که به ما داده شده. آمین. ما امروز دل خدا رو داریم، ولی اون موقع هنوز دل خدا رو ما نداشتیم، پس از چشممون پنهان شده بود. و بعد میبینیم که خیلی جالبه، من بعد داشتم به این فکر میکردم که موسی به طور سمبولیک رئیس شریعت بود دیگه. موسی رو میتونیم بگیم رئیس شریعت بود، اما خودش از رسیدن به سرزمین موعود منع شد. یعنی موسی خودش که نماد شریعت بود نتونست وارد اون سرزمین موعود بشه، یعنی که شریعت نمیتونست باعث نجات ما بشه. آمین. و حالا میایم توی عهد جدید، اول قرنتیان باب 8 آیات 5 تا 6 میخوایم ببینیم که امروز این پل بین ما و خدا چطور ایجاد شده و این سد چجوری از بین رفته. زیرا هر چند هستند که به خدایان خوانده میشوند، چه در آسمان و چه در زمین، چنان که خدایان بسیار و خداوندان بسیار میباشند، لکن ما را یک خداست، یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از او هستیم. ولی همه را این معرفت نیست. 5 تا 6 درسته؟ خب اینجا می‌بینید که میگه که خدایان بسیاری هست، اما میدونیم که یک خدا بیشتر وجود نداره، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند که اون جان خودش رو برای ما فدا کرد و متوسط عهد جدید شد. افسسیان کتابی هستش که خیلی کتاب پری هست، کتاب افسسیان، و برای ما ایمانداران، برای اینکه بدونیم در مسیح چه ارثی داریم، چه میراثی داریم و حقیقتا خداوند به ما چه میراثی داده، کتاب افسسیان خیلی کتاب کاملی هستش. افسسیان باب 1 آیات 3 تا 14 رو اول با هم نگاهی می‌کنیم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید
در آن حبیب که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته‌ایم که آن را به ما فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و ها آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند، یعنی در او، که ما نیز در وی میراث او شدیم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می‌کند، تا از ما که اول امیدوار به مسیح می‌بودیم جلال او ستوده شود. و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید که بیعانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. آمین. ببینید چی میگه؟ میگه یه نقشه کشید، همه چیز رو در مسیح قرار داد. همه اون چیزهایی که خدا میخواست به ما بده در مسیح قرار داد، یعنی تمام اون چیزهایی که یک پدر میخواد به یه بچهش بده، آمین، همه رو در مسیح قرار داد و بعد مسیح رو برای ما داد تا ما همه اون صاحب همه اون چیزها بشیم از طریق روح خدا. آمین. داره یه نکته روحانی خیلی عمیقی رو به ما میگه. میگه خدا همه چیز رو تا انتظام زمانها، تا اون زمانی که لازم بود، تا زمانی که کامل بود، تا در وقت کاملش در مسیح عیسی قرار داد و به وقت کاملش اجازه داد تا مسیح قربانی گناه ما بشه و از طریق مسیح همه اون چیزها رو به ما داد. آمین. هللویا. پس می‌بینیم که خداوند حقیقتاً خدای نیکویی هستش. من یه بار داشتم فکر می‌کردم به این، امروز فکر کنم دیروز یا امروز داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، در مورد این افرادی هستن که توی سیرک و اینا شیر و پلنگ و نمیدونم حیوانات وحشی رو رام میکنن و همیشه یه شلاق دارن، اونجوری با اون شلاقه، با اون صدای اون شلاق سعی میکنن که اون حیوانات رو از خودشون بترسونن و یه واهمه‌ای در دل از خودشون ایجاد کنن که اون حیوانات از اونها اطاعت کنن، کما اینکه پیشم میاد اطاعت هم نمیکنن. این دقیقاً همون کاری بود که خدا در شریعت با انسان انجام داد. خداوند خودشون مهیب نشون میده اونجا و خدای عظیم. حتی وقتی با کوه اومدن، با خداوند اومدن در کوه ملاقات کنن، آنچنان صدای غرش و رعد و برق و صدای مهیبی میومد که قوم ترسیدن، گفتن اگه اجازه بدی تو خودت برو با خدا صحبت کن، ما دیگه بالاتر از این حد نمیریم. به موسی گفتن. چرا؟ چون قوم دلش همون، ما دل همون وحشی داشتیم، میدونید، پر گناه بودیم، پر از زهر تلخی بودیم، پر از چیزای زشت بودیم و اون موقع چیکار میکنه؟ خداوند نمیتونست با ما با زبون بهتر از این صحبت کنه. زبون دیگه ما حال شما نمیتونی بگی آقای پلنگ خیلی خوش اومدید، بفرمایید، خواهش میکنم اول بفرمایید، چون پلنگ از این چیزا حالش نمیشه، دلش وحشیه. آمین. ولی وقتی ما با یه آدمیم که حالا تحصیل کرده است، مؤدبه، اون معنای ادب رو میفهمه. ولی ما اون موقع معنای ادب رو نمیفهمیم که خدا خیلی با ما ادبی صحبت کنه، باید با ترس، با زبون زور با ما صحبت کرد در شریعت. و البته با قوم اسرائیل، چون تنها قومی که اون موقع خدا باهاش رفت آمد داشت و باهاش کار داشت قوم اسرائیل بود. قوم دیگه خدا باهاش کاری نداشت، با قومای دیگه دور از خدا بود، مثلا با اونا کاری نداشت. تنها قومی رو که انتخاب کرد قوم اسرائیل بود و از طریق قوم اسرائیل دهنده رو فرستاد. اما به طور کلی منظورم اینه که یه چیزی در عهد جدید در ما عوض میشه و اون دل ماست. آمین. اینجا خیلی مهمه، جدی میگم، اینجا فقط برای من کم و بیش خودم شکموام، ولی فقط برای شکموها نیست. اینجا دیگه معبد حضور دل ماست. آمین. و ما باید خدا رو از طریق روحمون، وقتی میگم دل ما یعنی روح ما، از طریق روحمون با خدا ارتباط برقرار کنیم، چون خداوند روحه. توجه داشته باشیم ما هم روح هستیم، چون میگه که خدا از روح خودش در ما دمید و ما زنده شدیم. ما روحی هستیم که دارای جسم هستیم، برخلاف تصور عمومی که فکر میکنیم جسمی هستیم که دارای روح هستیم، ولی ما روحی هستیم که جسم پوشیدیم. آمین. و ما هم مثل خدا هستیم و خدا میخواد با روح ما صحبت کنه و روح خدا در روح ما تولد تازه پیدا کرده و از روح خدا به روح ما تولد تازه داده و ما از گناه
بیرون اومدیم و همذات با خدا شدیم امروز. آمین. کافیه که ما رشد کنیم، کافیه که ما اجازه بدیم تا هر روز بیشتر و بیشتر شبیه به خداوند بشیم. افسوسیان 2:1 تا 10 با هم نگاه بکنیم. و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل رفتار می‌کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می‌کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می‌کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می‌آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید و با او برخیزانید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، تا در عالم‌های آینده دولت بی‌نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. آمین. پس میگه ما هم یه زمانی مغضوب خدا بودیم، یه زمانی دور از وعده خدا بودیم، اما خدا به واسطه رحمانیت خودش بر حسب فیض خودش ما رو دوست داره. من خیلی فیض رو دوست دارم. میدونید چرا؟ فیض خیلی جای خوبیه. میدونی شریعت جای بدیه. شریعت همش ادا در آوردنه. شریعت تو را از طریق اعمالت قضاوت میکنه، ولی فیض قبل از این که عملی انجام بدی تو رو قضاوت نمیکنه، تو رو محبت میکنه. میدونید فیض جای خوبیه برای استراحت کردن، برای آرامش داشتن. جدی میگم، اطمینان داشتن از نجاتت. میدونید چون یه بچه رو در نظر بگیریم، بچه به والدینش حقیقتا چی میده؟ یا کهنه کثیف داره، یا دلش درد میکنه، یا نمیدونم هیچی نداره. یعنی از نظر عاقلانه چی میگم، منطقی نگاه کنیم، عقلانی نگاه کنیم، هیچی نداره که مثلا بگیم فلان چیزو میده به والدینش، ولی اذیت داره نصف شب، ولی والدین اونو دوست دارن بدون اینکه از اون چیزی بگیرن. ما به این میگیم فیض. آمین. به همین سادگی خدا ما رو با فیض خودش دوست داره. آمین. چقدر خوبه، میتونیم راحت باشیم، اون ما رو دوست داره. آمین. عاشق ماست، عاشق ماست. ما میتونیم عاشق، میتونیم چه نباشیم. آمین. بزرگ شیم، در عشق خدا غرق شیم، میگیم خدای تو ما رو دوست داری. ما میگه بزرگ شدیم، میفهمیم، روح تو رو دریافت میکنیم، ما هم تو رو دوست، میخوایم با تو یکی بشیم، میخوایم آبروی تو رو حفظ کنیم، میخوایم حقیقتا اون چیزی رو که تو به ما دادی به دنیا نشون بدیم. ما هم اون رو به دنیا نشون بدیم. نمیخوایم برخلاف از تو چیز خوب گرفتیم ولی نام خانوادگیمون رو لکه‌دار نمیخوایم بکنیم. میخوایم نام خانوادگیمون رو حلال بدیم در تمام دنیا. آمین. این حقیقت توئه. میخوایم این حقیقت تو رو به همه نشون بدیم که تو چقدر خدای نیکو هستی. آمین. فیلیپیان 3:8-14 رو با هم بخونیم. بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می‌دانم، که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم و در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است، بلکه با آنکه به وسیله ایمان مسیح می‌شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است، و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنج‌های وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم، مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم. نه این که تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن می‌کوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد. ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز می‌دانم که آنچه در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه در پیش است خویشتن را کشیده در پی مقصد می‌کوشم، به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. پس جمیع ما که کامل هستیم این فکر داشته باشیم، و اگر فی الجمله فکر دیگر دارید خدا این را هم بر شما کشف خواهد فرمود. اما به هر مقامی که رسیدیم به همان قانون رفتار کنیم. دو تا آیه هم اضافه کنیم. میگه چیکار کنیم؟ میگه اون چیزی که پشت سر ما بذاریم کنار، به سوی کمالی که خدا برای ما در مسیح عیسی مهیا کرده حرکت کنیم. آمین. اجازه بدیم که
در اون فیض خدا ما رو بسازه، فیض خدا ما رو حرکت بده. میدونید فیض خیلی عجیبه، فیض خیلی زیباست، چون این فیض همیشه با ماست. فیض برای دیروز برای نجات ما نبود، برای خدمت ما هم هست. میدونید یه وقتایی شاید ما خودمون رو مقایسه میکنیم، خداوند به ما وعده میده، مثلا میگه برادر پزشکیان، خدا میخواد از تو استفاده کنه، میخواد به تو مثلا یه قوم بزرگ رو به تو بده، تو به اونها خدمت کنی. شاید پزشکیان میره خونه با خودش فکر میکنه، میگه که یه همچین چیزی ممکن نیست، من همچین آدمی نیستم، من اصلا ارزش اونو ندارم، لیاقت اینو ندارم، من هنوز کامل نیستم، من هنوز نمیتونم. ما به این میگیم فیض. پولس اینو میدونست. پولس تو همه نامه‌هاش اگه نگاه کنید میگه من پولس که به فیض خدا رسول او هستم. آمین. پولس اینو میدونست، اون خودش میدونست لایق، خودش بارها توی نامه‌ها مینویسه، میگه من کلیسای خدا رو آزار میدادم، با ایمانداران بد رفتار میکردم، به خاطر همین اینو خیلی خوب میدونست. همیشه میگفت من پولس که به فیض خدا رسول او هستم. از کلمه فیض استفاده. پس برای خدمتتونم فیض استفاده میشه. اگه خدا روزی شما رو خون، به خودتون، به ضعف‌های خودتون، به ناتوانی خودتون نگاه نکنید، بلکه در فیض خدا آرامش داشته باشید. اون که شما رو برای هدفی میخونه همچنین شما رو رشد خواهد داد، همچنین شما رو تقدیس خواهد کرد، همچنین شما رو کامل مجهز خواهد کرد برای اون خدمتی که در نظر داره براتون. آمین. پس حقیقتاً خدای نیکویی داریم، خدای پر از محبت داریم. امروز ما دل خدا رو میشناسیم. میدونید جالبه، ما ایماندارا دل خدا رو میشناسیم. چرا؟ شیطان دل خدا رو نمیشناسه. میدونید چرا؟ چون اون دل خدا رو نداره که بخواد بشناسه. ما دل خدا رو داریم، چون ما روح القدس رو داریم. پس چون روح خدا که در ما زندگی میکند، کلام خدا میگه به اول قرنتیان، میگه کیست که فکر خدا رو بدونه جز روح خدا؟ و امروز روح خدا در ما زندگی میکنه. آمین. پس ما فکر خدا رو میدونیم. آمین. ما دل خدا رو داریم، میتونیم فهم کنیم دل خدا چیه، خدا چی دوست داره. بدون اینکه اون به ما بگه ما خودمون میتونیم بفهمیم. دیگه لازم نیست اون به ما بگه این کارو بکن، اون کارو نکن، از اینجا بالا برو، از اینجا نرو، این ادا رو در بیار، وقتی اون ادا رو در بیار، این قانون بر توست، این قانون بر توست. بلکه ما دل خدا رو داریم. دل خدا خودش به ما میگه چیکار. اون خودش کامله، یه شریعت کامله در وجود ما. آمین. خودش به ما میگه ما باید چی کار کنیم، باید چجوری رفتار کنیم، چجوری باعث جلالش بشیم. اگه ما لغزشی میخوریم بلافاصله خودش به ما هشدار میده، ما رو بیدار میکنه، ما رو هدایت میکنه، چون دیگه ما دل خدا رو داریم. آمین. فیلیپیان 3:8-14 هم نگاه میکنیم، فکر کنم نگاه کردیم. افسسیان 4:8-21 رو با هم نگاه کنیم. کم طولانی شد فکر کنم. بنابراین میگوید چون او به الله علیهم صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین؟ آنکه نزول نمود، افسسیان 4:8، همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید بعضی رسولان، بعضی انبیا، بعضی مبشرین، بعضی شبانان، معلمان را. درسته؟ خب از 3 باید باشه. آره. سوتی هم یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی‌قیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالم‌ها مستور بود در خدای که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید، تا آنکه الحال بر ارباب ریاست‌ها و قدرت‌ها در جای‌های آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود، بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود، که در وی جسارت
که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی. لحاظا استدلال دارم که از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوید که آنها فخر شما. از این سبب زانو میزم نزد آن پدر که از او هر خانواده در آسمان و بر زمین مسمی میشود که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. آمین. ببینید میگه محبت، آخرش میگه پر شوید از محبت مسیح که از معرفت بالاتره، از شناخت بالاتره، از اون چیزهایی که ما میتونیم کسبشون کنیم بالاتره، یعنی با دل ما حاصل میشه. اول پتروس 1:11 تا 21 1:18 تا 21 ببخشید باز در این مورد صحبت میکنه. زیرا می‌دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی‌عیب و بیداغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آوردید تا ایمان و امید شما بر خدا باشد. آمین. از اون طبیعت کهنمون عیسی مسیح ما رو پاک کرد. کولوسیان 3:1 تا 17 کولوسیان 1:19 تا 23 رو بخونید. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود و این که به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه داد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد، ولی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است و شما را که سابقا از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید بالفعل مصالحه داده است. آمین. بالفعل نه بالقوه، نه بالفعل. آمین. بالفعل مصالحه داده است، یعنی خداوند ما رو در حقیقت با خودش مصالحه داد. ما که دشمن خدا بودیم، آمین، ما وحشی بودیم، آمین، از این وحشی ها خدا ما رو امروز قلب خودش رو به ما داده. امروز میتونید دل اون رو داشته باشیم و در نیکویی که اراده خداست قدم بگذاریم. ببینید خدا از اون اول دنیا رو تصفیه کرد. از اون اول اگه نگاه کنیم خدا دنیا رو از فیلترهای مختلفی رد کرد و هی تصفیهش کرد تا در اوجش عیسی مسیح رو به ما داد به عنوان حیات. آمین. اون حیات شد برای ما و حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، ولش کن. ولی خدا رو شکر میکنم برای خداوند ما عیسی مسیح، برای کار عظیمی که در زندگی همه ما انجام داد. دعا میکنم چند تا نکته رو در موردش با صحبت میکنیم، سرود میخونیم. امروز مراسم ازدواج داریم. برادر خواهرمون که از ایران اومدن، البته میخوان اینجا بمونن. برادر خواهری هستن که ما تو کلیسای ایران تقریبا از اون اول با هم شروع کردیم، یعنی اینا رو از اون اول میشناسیم. برادر خواهر خوب ما هستن در مسیح و امروز میخوام یه عقد مسیحی داشته باشیم اینجا و مراسم خوبی داریم. حالا من زیاد دیگه مزاحمتون نمیشم، فقط دعا میکنم و بعد یه سری نکات رو با هم ادامه جلسه رو می‌دیم. خداوندم، همه سرهامون رو میتونیم خم کنیم. خداوند پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم برای که خداوندم حقیقتا ایمان داریم تو خدای نیکو هستی. تو خدای هستی که تمامی نیکویی از تو نشأت میگیره، تمامی زیبایی ها از توست خداوند. هر آنچه نیکویی بر زمین است و هر آنچه نیکویی بر آسمان است خداوندا از دستان تو صادر شده. تو رو شکر میکنم ای پدر آسمانی که تو ما رو که در زشتی ها بودیم، در تاریکی بودیم، در سیاهی بودیم، به خودت پیوند دادی خداوندا. ما که زیتون وحشی بودیم، زیتون بیابانی بودیم،
تو به درخت اصلی، به قوم خودت، به قوم برگزیده خودت پیوند دادی تا ما همه خداوندا شریک بشیم در وعده هایی که تو به قوم خودت داده بودی، تا ما امروز در وعده های ابراهیم، در وعده اسحاق، در وعده یعقوب، در تمامی وعده هایی به قوم خودت دادی خداوندا سهیم باشیم و خداوندا در سهم تو باشیم، خداوند در شراکت با تو باشیم. خداوند تو شکر میکنم ای پدر آسمانی برای این همه محبتت. همچنین میطلبم که در روح تو قوی بشیم، زورآور بشیم خداوند، رشد کنیم به اون حدی که اراده و خواست توست برای زندگی هر کدوم از ما. در نام عیسی مسیح با شکرگزاری و ایمان طلبیدم، همچنین با ایمان دریافت میکنیم با شکرگزاری. آمین. یه چیزی که میخواستم در موردش صحبت کنم، هفته پیش و 2 هفته پیش برادرمون امیر و برادرمون شهریار اومدن و موعظه کردن. خب من خودم اینجا نبودم، برادر امیر رو من از خونه شنیدم، موعظه برادر امیر رو. خیلی باعث بنا کننده بود، چون میدونید یه چیزی هست که ما باید دقت کنیم، اون قدم اول همیشه سخت‌ترین قدمه و ما باید یاد بگیریم که چجوری از قایق‌هامون پیاده بشیم. اگه یادتون باشه یه جا ما در کلام خدا می‌بینیم که شاگردان در قایق بودن، عیسی مسیح روی آب راه میرفت و بعد پتروس وقتی عیسی رو روی آب دید به عیسی گفتش که عیسی اجازه بده من بیام و روی آب راه برم و عیسی بهش گفت بیا پتروس. و پتروس رفت یه چند قدمی روی آب و بعد اون موج رو دید و تمرکزش از عیسی برداشته شد و رو رفت و بعد عیسی اون رو کشید. اما مهم برای پتروس این بود که پتروس بین تمام اون شاگردان تنها کسی بود به خودش جرأت داد گفت من میخوام بیام روی آب راه برم. آمین. این خودش خیلی مهمه که ما اولین قدم رو برداریم. و یه چیزی دیگه هم به خودم بگم که توقع نداشته باشیم یه واعظ اولین بار یه وعظ کاملی داشته باشه. نه خود افراد از خودشون این توقع رو داشته باشن، نه ما به عنوان شنونده. اگه ایرادی هم هست که حتما هست، رشد میکنیم ما. میدونید کم کم، یعنی هر کدوم ما سوتیامون رو تو ایران دادیم، حالا اینجا اومدیم یکم رشد کردیم بهتر شد. هنوزم احتیاج داریم، هنوزم بیشتر رشد میکنیم. ببینید ببینید این دست من، خب فکر کنید این دست معلمه، این کله من فکر کنید شبانه، این نمیدونم پای منم فکر کنید مبشره. هر کدوم از اینها در خودشون هستن. یعنی مثلا برادر امیر حتما خداوند بهش هدیه وعظ داده، اما اینها هم احتیاج به رشد دارن. میدونید منظورم چیه؟ یعنی دست هست، اما دست بچه 5 ساله با 10 ساله با 15 ساله با 20 ساله با 30 ساله با 40 ساله با هم فرق میکنه. آمین. پس انتظار نداشته باشیم یکی روز اول اگه اومد وعظ کرد حتما یه وعظ کاملی باشه. فقط مهم اینه که از دلش باشه، از فکرش نباشه. آمین. که من دیدم که برادر از دل داشت وعظ میکرد و این در این حد کافیه. اما یه نفر که فقط ایرادی که داشت نوشته بودن شبان و معلم، شبان و واعظ، شبان واعظ، شبان واعظ. چون میدونی که باید اینو بدونیم، شبانی یه خدمته، معلمی یه خدمته، رسولی یه خدمت دیگه است. آمین. اینا رو ما با هم قاطی نکنیم. اگه کسی شبانه حتما واعظ نیست، معلم نیست، و اگه کسی معلمه حتما شبان نیست. رسول هم کسیه که همین خدمته، یعنی رسول هم مبشره، هم شبانه، هم معلمه. خب ولی رسول معمولا کارش اینه، مثل پولس مثلا رسول میره شهرهای مختلف یه کلیسا بنا میکنه، اونجا رشد میده، اونو میسپاره به شبانان، میره جای دیگه کلیسا بنا میکنه. رسول یه جا ثابت وای نمیسه، اما شبان یه جایی وای میسه، اون کلیسا رو شبانی میکنه. میدونی منظورم چیه؟ فرقشون با همینه. اگه یه کسی معلمه حتما شبان نیست. میدونید منظورم چیه؟ هرچند که بعضیا اینجوری فکر میکنن، بعضیا میگن که تو تا کامل نشی شبان نمیشی. من به اونا میگم کاملا در اشتباهی، چون شبانش وقت کامل نیست. میدونید ما هیچ وقت کامل نمیشیم. شبانی ضمن این که یه خدمته، شبانی یک عنوان نیست. میدونید منظورم چیه؟ شبانی مثلا یه عنوان مثل از این قابا که میدن میذارید دکترای افتخاری نیستش که بگیری بذاریش، یه خدمته. اگه کسی داره خدمت شبانی میکنه اون شبانی.
اگه کسی نمیکنه هم بهش بگن تو شبانی، شبان نیست دیگه، چون شبان اون کسیه که اون کار رو انجام میده، یه خدمته و معلمی. و اتفاقا یه چیز دیگه هم هستش که من میخواستم بگم، به کسی که بیشتر داده میشه از اون بیشتر هم طلب میشه. متوجه باشید اگه کسی معلمه ازش خواسته میشه، بیشتر مورد رضایت خدا قرار میگیره، خداوند بیشتر از اون میخواد چون بهش بیشتر داده. متوجه باشید؟ پس اینو متوجه باشید، شبانی یه خدمته، معلمی یک خدمته، مبشری یک خدمته، رسولم یه خدمت دیگه است. اگه کسی شبانه، یه واعظ یعنی شبان نمیتونه هم شبان باشه هم شبان نیست. میدونی منظورم چیه؟ و شبانم اون کسیه که خدمت شبانی میکنه، نه عنوان نیست شبان. مثلا اینجوری نیست من بگم شما کار نسی فردا شما شبان، میدونی؟ یا مثلا بگم شما شبان، مثلا برادر شما از فردا شبان، به شرطی برادرمون بره شروع کنه یه جای خدمت شبانی بکنه، موقع میشه شبان. عنوان نیستش. و همون شبان هم احتیاج به رشد داره. ما جوجه شبان داریم، شبان متوسط داریم، شبان ما خودمون جوجه شبان داریم، ولی شبان هم رشد میکنه. میدونید مثل این که اعضای بدن مختلفن دیگه، یکی دسته، یکی چشمه، یکی گوشه، یکی پا، همه اعضا مگه رشد نمیکنه؟ مگه دست من 5 سال پیش همون قوتی داشت که الان داره، یا 10 سال پیش همین قدرتی داشت که الان داره؟ اگه میگید نه بیاد اتهام اینه که ما همه این خدمت ها هستش، درسته، ولی همه ما احتیاج به رشد داریم. درسته ما روح القدس رو داریم، اما این روح به ما تولد تازه پیدا کردیم، همچنین احتیاج داریم ما رشد کنیم در خدمتمون. برادر رضا اتفاقا با من صحبت می‌کردن، میگفت که من اولین باری که به من اجازه نه صحبت نمی‌کردم، ببخشید، تو این هفته توی درسش میگفت اولین باری که به من اجازه دادم برم صحبت کنم، نمیدونم شدید یا نه، کفشامو در آوردم پشت تریبون، گفتم اینجا جای مقدسه. میدونید یه کاری کرد که یه حالت جوگیرانه‌ای داشت، یعنی احتیاجی نبود، چون اون یه داستان دیگه بود، اون تخصیص بود برای کاری که خدا با موسی کرد، گفت کفشتو در بیار، که معلومم خب ایشون هم رشد کرده. همه ما رشد می‌کنیم، میدونید بنا نیست یکی روز اول رشد کامل رو داشته باشه. بعضی وقتا ما همه چی رو با هم قاطی می‌کنیم، اینم خیلی بده. مثلا من همیشه اینو میگم اگه یه جایی یه لیوان آب داریم، ما نمیتونیم بشینیم دعا کنیم بگیم خداوندا به من آب بده بخورم، چون اون موقع میشه امتحان کردن خدا. برو آبشو بعدا بخور. من یه بار یادم دندونم درد میکرد، دواش یه دونه چای خشکم بود، هی نمیخوردم، میگفتم خدا باید شفا بده. یه 2 روز واسطادم، دیدم خیلی درد میکنه، آخرش رفتم داروها رو خوردم، دیدم شفا پیدا نکرد. میدونین چرا؟ خداوند البته شفا دهنده است، ولی دقیقاً مثل این میمونه که تو خونت آب داشته باشی، بعد از تشنگی بمیری، بعد یه نامه نوشته من دعا کردم خدا به من آب بده، نداد، زیر پام چشمه‌ای به جوشه. خب بابا آب داشتی دیگه، میرفتی میخوردی. اینه که ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو با هم اشتباه میکنیم. خیلی چیزا مثلا چجوری بهتون بگم، بعضیا میان میگن زبان‌ها همینه که من به انگلیسی صحبت کنم، پس عذر میخوام. یا آدم خلافکار، حالا اسمم نمیذاریم که به کسی چیز نشه، بکن این بیاد مثلا انگلیسی یاد بگیره، قشنگ خوبم یاد بیاد تو کلیسا صحبت کنه یا ترجمه کنه، پس این خیلی روحانیه دیگه. نه، اون یه چیزی تو فکرش کاشته، رفته تمرین کرده، یاد گرفته. میدونی منظورم چیه؟ چیزای روحانی رو قاطی نکنیم با چیزای فیزیکی، چون هر کدومش در جای خودشه و هر کدومش در جای خودش عالی و درسته. یه جای ما باید دعا کنیم، یه جای باید دست به کار بشیم. من دعا میکنم برای این خواهرمون که روح القدس بیاد و پرش کنه و هدیه روحانی بگیره، ولی یه جای خواهرمون سرده، دیگه دعا نمیکنم گرم شد، دست به کار میشم، میرم یه لباسی میگیرم، میگم خواهر بفرمایید این سردته این لباسو بپوش گرم شد، مثال میزنم. پس منظورم اینه که همه چیزم با هم قاطی نکنیم. خدا رو شکر میکنم برای کلیسای کوچیکمون که میدونم در نظر خدا بزرگه. خدا رو شکر میکنم برای همه بچه‌ها که این باعث دلگرمیه که میبینیم از کم کم بدن داره شکلش رو پیدا میکنه، هر کی جای خودش رو در این بدن کم کم داره پیدا میکنه. اگر کسی برای وعظ، اگر کسی برای دعاست، اگر کسی برای رهبری، همه ما داریم کم کم در این بدن جای خودمون رو پیدا میکنیم. خدا رو شکر میکنم برای همه شما. بلند شیم با هم سرود بخونیم.
میخوام در مورد نیکویی خدا سرود بخونم. خداوند خدای ما خدای نیکو. آمین. هللویا. خدا عشق است، خدا لطف است، خدا محبت است، خدا مهر است، خدا عفو است، خدا شفقت است. ستایی او را که ببخشید ما را، ز گناه ما را رهانید. او خدای قادر است، او خدای عادل است، او سزاوار سلام است. خدا رحم است، خدا فروتن است، خدا آرامش است، خدا آسایش است، خدا ناجی است که نجات داد ما را با فداکاری خود بر روی صلیب. به پدر داد جانش که ببخشد ما را و دهد شادی نصیب. هللویا Hallelujah,
هستی، تو خدای قوت هستی، خدای محبت هستی، خدای رحم کننده، خدای فیض دهنده، خدایی که جون خودتو به خاطر گناهان ما بخشیدی، خدای بخشنده. تو رو شکر میکنیم ای خداوندم در نام عیسی مسیح. این ساعت رو و این ساعت رو به دستان عظیم تو میسپاریم ای خداوندم، تا هر آنچه که نیکوست، هر آنچه که پسندیده است به جا آوری در کلیسای خودت، که کلیسای توست ای خداوند. حقیقتا کلیسای توست، تو در اون حرکت میکنی، تو برکت میدی، تو فیض میدی ای خداوندم. شکرت میکنم در نام عیسی مسیح. با شکر